رابطه‌هایی از کل منسجم. وقتی تلاش مساوی نیست. در هر رابطه‌ای که ما بیشتر از طرف مقابل برای بقای رابطه تلاش کنیم، تعادل رابطه به هم می‌خورد و هم خودمان خسته می‌شویم و هم طرف مقابل دچار سوء برداشت می‌شود. تمام رابطه‌های صمیمانه احتیاج به تلاش دارند، اما تا این تلاش‌ها مساوی نباشند، رابطه نمی‌تواند محکم و واضح جلو برود و حرکت کند. وقتی تلاش‌های ما زیادی باشد، طرف مقابل ممکن است دو پاسخ به ما دهد: هر روز بیشتر از مسئولیت خودش در رابطه فرار کند و منفعل شود، و یا هر روز پرتوقع‌تر شود و تلاش‌های ما را وظیفه ببیند. مهر ورزیدن و تلاش کردن در رابطه‌های سالم مرز دارد و هیچ مهر ورزیدن زیادی نتوانسته رابطه‌ها را نجات دهد. رفتارهای ما، آدم‌هایی که با ما در رابطه هستند، این اجازه را می‌دهد که آیا ما رو نادیده بگیرن و یا برای ما تلاش کنند. ما همه لایق داشتن دوستان و رابطه‌های صمیمانه هستیم که به ما احساس با ارزش بودن بدهند، که ما رو ببینند، که به ما احترام بگذارند و برای داشتن ما تلاش کنند. درست همونطور که ما باید تلاش کنیم و احترام بگذاریم. ما همه لایق داشتن آدم‌هایی هستیم که هر از گاهی حال ما را بپرسند و بخواهند با ما معاشرت کنند، اما نه به قصد خاص یا رفع مشکلی. ما همه لایق آدم‌هایی هستیم که گاهی وقتی خبری از ما نیست و رابطه را کسی دنبال نمی‌کند، از ما خبری بگیرند و بپرسند حال دلت چطور است. ما همه لایق داشتن آدم‌هایی هستیم صبور و همدل، اما نمیدانیم چقدر رفتار خودمان در شکل دادن رفتار دیگران نقش دارد. اگر میدانستیم در بسیاری از مواقع تلاش‌هایمان را برای مدتی قطع می‌کردیم و از دور به رابطه‌مان با صبوری نگاه می‌کردیم تا ببینیم آیا طرف مقابل شروع به تلاش کردن می‌کند یا نه، آیا جای خالی ما را حس می‌کند یا نه، یا نشسته است و انتظار دارد که خودمان برگردیم و رابطه را ترمیم کنیم. آدم‌ها ذاتاً احتیاج به مرز و قانون دارند. درست است که مهر ورزیدن، دوست داشتن و همدل و همراه بودن برای دوستان و رابطه‌های صمیمانه زیبا و دلگرم کننده است، اما باید حواسمان به مقدار مهرورزی و مقدار تلاش‌هایمان باشد. تلاش‌های زیادی رابطه را از تعادل خارج می کند و محبت زیاد رابطه را خفه می کند. رابطه نمی تواند با درکی متقابل و تلاشی یکسان جلو برود. اگر مدت ها است که برای رابطه تان تلاش می کنید، اما احساس می کنید که دیده نمی شوید، یا احساس می کنید که اگر رابطه را رها کنید کسی از شما خبری نمی گیرد و فراموش می شوید، بهتر است کمی رابطه را به حال خود رها کنید. در این فرصت اگر جای خالی شما حس شود و بخواهند برای شما تلاش کنند، این کار را میکنند.